امین صبحانی از ایران آمده است تا نورسان را در ناحیه فرخار به فوتبال آماده کند. او مربی اکادمیای ҳосилот است، مکتبی کمیافتی فوتبال در ولایت خطلون. درهای این اکادمی برای همه هوی هست. هر کس خواهش داره بیاد اینجا. ما از نظر تئوری، از نظر دیسیپلین، انتظام، فوتبال، تاکتیک ما انشالله درس‌های نظریه‌ای داریم، کار عملی تاکتیک در میدان داریم. در مکتب فوتبال ҳосилот کودکانی از 5 ساله болоро мепазиранд. مسئولانش امید دارند که بازیگرانی خubеро تربیه خواهند کرد. در آینده بازیکن‌های خوب، فوتبالیست‌های خوب برای ناحیه فرخار، برای تیم ҳосилот، گروه ҳосилот فرخار ما بتونیم تربیت بکنیم. حالا نمایندگان اکادمیای ҳосилот در هر دهه ناحیه فرخار نورسانی بالایوقت را می‌جویند. در روز اول 54 کودک داوطلب شدند. قرار است در مرکز ناحیه برای مکتب فوتبال یک بینای 3 آشیانه سازند و آن هم با کمک یک صاحبکار. اکادمی شد ما ساختمان رفته ایستاده است که شما دیدید یک صاحبکار روز دیگه مغازین میساختگی بود. ما محترم نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان که مصلحت کردیم صاحبکار هم روزی شدن. ما کمتر روزی مبلغمو بر زیادتی اجرا که شد اجازت میشد وزارت مالیه ما میخریم همون اکادمی میسازیم. 3 ایتاژ هم بود خرید. پیش از این دسته روشن کلوب نیت داشت مکتب فوتبال تأسیس دهد. منابع رادیو آزادی گفتند که دسته مکانی خوب نیافت و بنابراین اجرای تصمیمش به تأخیر افتاد. سالهای اخیر به فوتبال در تاجیکستان توجه بیشتر شده است، اما با وجود بعضی کامیابی هنوز هم دسته‌های کشور در سبقت‌های مهم دست چندان بالایی ندارند. مدیریت دسته‌های فوتبال و امکانات مادی و فنی از دشواری‌های فوتبال در تاجیکستان نامور می‌شود. حالا امین صبحانی و اکادمیای ҳосилот می‌خواهد کودکان شوقمند فوتبال را از دهه‌های دور در یک جا گرد آورند تا در آینده دسته‌های فوتبال را در منطقه و جمهوری پر کنند. ولی معلوم نیست این نقشه آنها تا کجا اجرا شونده است.